صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که عیسی مسیح را فرستاد تا هر کس که به او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه حیات جاودانی یابد. ای عیسی مسیح امین و عادل و ای قدوس خدا، به سوی تو روی می آوریم و از تو تمنا می کنیم که نور خداییت را بر ما بتابان و قلب‌های ما را منور ساخته و به سوی راستی و حقیقت هدایت فرما. ما را در پیمان و عهد سماوی که خدا از طریق تو بسته است بگذار تا در فیض تو شریک شده و از تو حیات را یابیم، زیرا تو آن عهد ابدی و ازلی و سماوی و خدایی هستی. بارالها، با قلب‌های مملو از خباثت و گناه زندگی کرده ایم، اما آمده ایم تا از تو تمنا کنیم که به خاطر و به لیاقت عیسی مسیح ما را آزاد ساز. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا. برنامه از صدای انجیل. کتاب انجیل مقدس دارای اسم دیگر نیز می باشد و آن عهد جدید است. کلمه انجیل به معنی خبر خوش است و این خبر خوش صحبت از پیمان و یا عهد جدیدی می کند که خدا یکتا به وسیله عیسی مسیح با جهانیان منعقد نموده است. همونطور که تورات را عهد عتیق یا قدیم می نامند، عهدی که خدا توسط موسی با قوم بنی اسرائیل بست. وقتی که خدا شریعت و تورات را در کوه سینا به بنی اسرائیل توسط موسی عطا کرد، پیمانی با ایشان بست که در کتاب دوم تورات فصل 24 آمده است. موسی تمام احکام خدا را برای قوم می‌خواند و قوم آنها را قبول نموده و وعده دادند و عهد بستند که از آن اطاعت کنند. آن وقت موسی گاوان را قربانی کرد و خونشان را بر مذبح و بر قوم ریخت و این کار به منزله مهر کردن پیمانی بود که میان اسرائیل و خدا استوار شد. اما قوم بنی اسرائیل به عهد خود وفادار نماندند. در عوض به مرور زمان از خدا دور شدند، پیمان شکن شدند و حتی خدا را هم به فراموشی سپردند. شریعت خدا را نقض کرده و بت‌ها را پرستیدند و عهدی که با خدا بستند را شکستند. سالهای سال از این امر گذشت تا اینکه در سال 700 قبل از میلاد عیسی مسیح خدا توسط یکی دیگر از انبیای خود یعنی ارمیا وعده عجیبی نه فقط به قوم بنی اسرائیل بلکه به همه جهانیان داد. ارمیای نبی کلام خدا را اینطور پیشگویی فرمود که ای جهانیان، خدا با بشر
پیمان تازه‌ای خواهد بست و این پیمان تازه که خدا با قوم بنی اسرائیل و سایر انسانهای عالم خواهد بست روی سنگ یا کاغذ و یا چوب نوشته نخواهد شد، بلکه پیمانی خواهد بود که خدا آن را بر قلوب مردم خواهد نوشت. در این پیمان تازه خدا وعده داده است که گناهان مردم را ببخشد. 700 سال از بیان و قول این وعده الهی گذشت. انبیای دیگر نیز در این ایام ظهور کردند و آن را تکرار کردند، اما عهد هنوز آغاز نشده بود، بسته نشده بود، تا اینکه سرانجام مطابق وعده خدا و مطابق زمانی که خدا معین کرده بود، فرزند حق، کلمت الله، کلمه خدا عیسی ابن الله آمد و او پیمان تازه را با خود برای جهانیان آورد. عیسی مسیح به جای احکام شریعت که بر روی سنگ و یا کاغذ و یا صفحه‌های طلایی نوشته شود، فیض خدا را ظاهر فرمود و به جای خون گاوها و گوسفندان خون گرانبهای خود را برای مهر کردن پیمانی که خداوند با بشر بسته است ریخت. درست همانند پیمانی که در ابتدا خدا با موسی بست و آن وقت به وسیله فدا کردن جانش در راه ما انسانهای گناهکار، خدا یکتا حاضر شد که عدالت او را به حساب ما بگذارد و همه کسان که به او ایمان بیاورند را ببخشد و حیات جاودانی عطا کند. به وسیله آن پیمان یا عهد اول، کتب مقدسه قبل از عیسی مسیح که ما در مورد آن با شما صحبت کردیم، ما می‌دانیم که به واسطه آن عهد عتیق به وجود آمد و سپس کلمه عهد جدید یا پیمان جدید برای انجیل آمد. کتاب انجیل مقدس را پیمان جدید یا عهد جدید می‌نامند و عیسی مسیح در فصل 22 آیه 20 از انجیل مقدس لوقا، در حالی که با شاگردانش آخرین شام را صرف می‌کرد، نان و پیاله را برمی‌دارد، برکت می‌دهد و سپس به رسولان و شاگردانش می‌گوید این است جسم من، این است خون من که برای شما ریخته می‌شود. دقت کنید چه می‌گوید و سپس می‌فرماید این است آن پیمان جدیدی که انبیای خدا در مورد آن سخن گفتند. این است آن پیمان جدید که خدا با شما بسته است، پیمان فیض و ایمان و رحمت. به طوری که آیات انجیل اینطور میگویند. و همچنین بعد از شام عیسی پیاله را گرفت و گفت این پیاله عهد جدید من است در خون من که برای شما ریخته می شود، که ترجمه اصلی آن اینطور است: این است پیمان جدید که برای شما دارد ریخته می شود. درست همان راه و روش پیمان قدیم. زیرا در شریعت موسی حکم شده بود که گناهکار حیوانی را برای کفاره گناهان خود به حضور خدا قربانی کند، اما واضح بود که خون گوسفند یا گاو نمی توانست کفاره گناهان انسان شود و یا اینکه دل او را پاک سازد. حضرت اشعیا نبی قربانی حقیقی گناهان بشر را اینطور پیشگویی کرده. میگوید به وسیله او انسان عادل شمرده می شود. او عیسی مسیح را بره خدا می خواند که گناه جهان را برمی دارد. و حالا در شب قبل از صلیب شدنش عیسی مسیح ادعا می کند که وی همان قربانی موعودی است که انبیای اسبق در مورد آن صحبت و پیشگویی کردند. او قربانی است برای گناهان اهل عالم و خون او، جانبازی و عمل فداکارانه او، یعنی به جای من و شما فدا شدنش و به جای من و شما تحمل کردن جرم گناهانمان، من و شما را از هر گناه و قید و بند اهریمنی پاک می کند. حضرت یوحنا می فرماید خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می سازد. همه شاگردان در سر سفره شام نشسته بودند. حیران و شگفت زده بودند و باور نداشتند که این آخرین شام فسح با استاد و مولا و خداوندشان است. با خود گفتند راستی اگر استادمون بمیره چه کسی مقام رهبری ما را به عهده خواهد گرفت؟ کدام یک از ماها رئیس این نهضت جدید میشه؟ اگر استاد حالا که میگه داره میمیره چه بلایی به سر ما میاد؟ همه شاگردان جز یهودای اسخریوطی در این جدال برای به دست آوردن مقام شرکت جستند. به راستی که طبیعت انسان عجیب است.
ببینید در شب آخر زندگی مسیح به جای اینکه آنها در غم او شریک باشند، در حالی که مسیح داره به آنها میگه که من دارم کشته میشم، آنها در فکر به دست آوردن مقام هستند. آنها هم در موقعی که مسیح میگوید که یکی از آنها که مقصود همون یهودای اسخریوطی است او را تسلیم میکنه، به او خیانت می‌ورزد. به راستی که عجیب است این طبیعت انسانی ما، چقدر خودخواهیم و چقدر جاه طلب هستیم. به آیات توجه فرمایید. فصل 22 از آیه 24 براتون میخونم. میگوید و در این اثنا در میان شاگردان نزاعی افتاد که کدام یک از ایشان بزرگتر میباشد. عیسی رو به شاگردانش کرده گفت سلاطین امتها بر ایشان سروری میکنند و حکام خود را ولی نعمت میخوانند، لیکن شما چنین مباشید، بلکه بزرگتر از شما مثل کوچکتر باشد و پیشوا چون خادم. زیرا کدام بزرگتر است، آنکه به غذا نشیند یا آنکه خدمت کند؟ آیا نیست آنکه نشسته است؟ لیکن من در میان شما چون خادم هستم و شما کسان می باشید که در امتحانهای من با من به سر بردید و من ملکوتی برای شما قرار می دهم چنان که پدرم برای من مقرر فرمود، تا در ملکوت من از خوان من بخورید و بنوشید و بر کرسی ها نشسته بر 12 سبط اسرائیل داوری کنید. شما چنین مباشید، بلکه بزرگتر از شما مثل کوچکتر باشد و پیشوا چون خادم. در این آیات می‌بینیم که عیسی مسیح به جای اینکه به فکر جان خودش باشه، رو به شاگردانش میکنه و در ساعات آخر دستگیریش داره درس اخلاق، درس بزرگی که شایسته مردان خداست را به آنها میدهد. خود عیسی که بزرگتر از همه بود، برای اینکه فروتنی را به شاگردانش و به من و شما تعلیم بده، فقط نگفت که کوچک باشید خودتون رو فروتن کنید، ولی برای اینکه به من و شما نشان میداد که حتی اشخاص بزرگ چطور باید رفتار کنن، بلند میشه و پای شاگردانش رو میشوره و اون وقت میاد جان خودشون رو فدای اینا میکنه، فدای من و شما میکنه. بنابراین ما که پیرو او هستیم، ما که از او به مراتب کوچکتر هستیم، باید طریق او را سرمشق خودمون قرار بدیم و بزرگی رو در کوچکی و خدمت بیابیم و نه در مقام‌های دنیوی. زیرا کلام خداوند میگوید اگر خود را فروتن و کوچک نسازیم، در ملکوت خدا راه نخواهیم یافت. مسیح بزرگی شخص را در کوچکی و خدمت کردن می‌داند. در آیه 28 عیسی مسیح از وفاداری 11 شاگردش اظهار قدردانی می‌کنند، زیرا آنها در تمام تجربیات 3 سال گذشته همراه بوده و اکنون نوکران مجرب، غلامان امین او میباشند. و اگرچه هنوز کامل نشدن، ولی عیسی مسیح به آنها اطمینان میده که آنان در ملکوت خدا خواهند بود، زیرا مسیح از آینده واقف بود و میدانست که اگرچه همین شاگردانش تا چند لحظه دیگر او را ترک خواهند کرد و فرار میکنند، ولی میدانست که پس از رستاخیزش و عطای روح القدس آنها در راه او شهید خواهند شد و وفاداری آنها به بهای جانشون تمام میشه. این موضوع در آیات بعدی به خوبی آشکار شده است. از آیه 31 براتون میخونم. میفرماید پس خداوند گفت، یا بعد از این جملات عیسی مسیح فرمود ای شمعون، ای شمعون، اینک شیطان خواست شما را چون گندم غربال کند، لیکن من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود و هنگامی که تو بازگشت کنی برادران خود را استوار نمایی. پتروس به وی گفت خداوندا، حاضرم که با تو بمیرم، حتی بروم هر جایی که تو میروی. عیسی گفت ای پتروس، امروز خروس بانگ نزده باشد تو 3 مرتبه مرا انکار خواهی کرد که مرا نمیشناسی. و به ایشان گفت هنگامی که شما را به کیسه و توشدان و کفش فرستادم، آیا به چیزی محتاج شدید؟ گفتند هیچ. پس به ایشان گفت لیکن الان هر که کیسه دارد آن را بردارد و همچنین توشدان را، و کسی که شمشیر ندارد جامه خود را فروختن را بخرد، زیرا به شما میگویم این نوشته در من میباید به انجام رسد که با گناهکاران محسوب شد. زیرا هرچه در خصوص من است انقضا دارد. گفتند ای خداوند اینک 2 شمشیر. به ایشان گفت کافی است. در این آیات ابتدا عیسی رو به شمعون میکنه. چرا؟ زیرا او پیشوای رسولان محسوب میشد یا سخنگوی جمع بود و میگوید ای شمعون، من برای تو دعا کردم. چرا؟ زیرا شیطان قصد داشت تو را از ایمان برگرداند.
ببینید دوستان، مسیح برخلاف شیطان کار میکرد و بر او غالب میآمد و دعای عیسی مسیح عامل نجات پتروس از دست شیطان میشه. زیرا در همان شب ایمان پتروس به واسطه ترس ضعیف میشه ولی کاملا نابود نمیشه. عیسی مسیح اطمینان داشت که پتروس پس از انکار کردنش باز به سوی او خواهد آمد. اینو میدونست و برای همین است که از او میخواد که ای پتروس دیگر شاگردانم را تقویت کن. و همونطور که در آیات فصل 23 میبینیم عین جملاتی که مسیح در اینجا فرموده است عملی میشه. پس از توبه پتروس بار دیگر مسیح را تصدیق فرمود و امر کرد که معلم و شبان کلیسای او باشه. در آیه 23 میبینیم که پتروس خیلی به خودش اطمینان داشت و یقین داشت که حتی اگر همه شاگردان مسیح را انکار کنن اون مسیح رو ترک نمیکنه. حقیقت اینه که پتروس از ضعف خود آگاهی نداشت. اما بعدها چون فهمید که باید به خدا توکل داشته باشد به خاطر ایمان به مسیح جانش را فدا کرد. و دوستان عزیز بایستی بگم که غالب وقتا من و شما هم مانند پتروس از ضعف‌های خود آگاهی نداریم. چقدر خوب است که همیشه به خداوند توکل کنیم و از خدا بخوایم که ما را از قدرت خودش پر کنه و همونطور که مسیح برای پتروس دعا کرد ما هم از مسیح تمنا کنیم که ما را بیاد بیاورد تا در ایمان سقوط نکنیم. در آیه 34 الی 38 عیسی مسیح شاگردانش را متوجه سفرهای قبل می‌کند که چگونه در انجام مأموریتشون همه نیازهایشون برآورده شده بود و خدا با آنها بود و یاریشون داده. ولی حالا آنان نیازمند خواهد بود زیرا موقعیت تغییر کرده. آنها باید در میان دشمنان خود زندگی کنند. چرا؟ چون عیسی با آنها نخواهد بود. میگوید بروید شمشیر تهیه کنید. لازم است که در این مورد بگویم مقصود عیسی مسیح نیست که همه شاگردانش برن و شمشیر به دست بگیرن و برای دفاع به جنگ بپردازن. خیر، اتفاقا در تاریخ کلیسای اولیه مخصوصا رسولان دیده نمی شود که حتی یک مسیحی هم، دقت کنید، حتی یک مسیحی هم برای حفظ جان خودش دست به شمشیر برده باشه و یا اینکه شمشیر با خودش حمل کرده باشه. همچنین وقتی به شاگردانش میگوید که 2 شمشیر هم داریم، او میگوید کافیه. حالا در حالی که اگه قصد مسیح از این کلمات این بوده که دفاع کنن، مسلماً آنها نیازمند شمشیرهای بسیاری بودن. حالا بایستی دید که مقصود مسیح چیه؟ مقصود مسیح از این که میگه 2 شمشیر بردارید یا 2 شمشیر کافیه چیه؟ دوستان باید مقصود مسیح را مجازی تعبیر کرد. شمشیری که ما مسیحیان باید به کار ببریم کلام خداست. مسیح میخواد بگوید که خطر نزدیک است و آنها باید خود را آماده خطر کنند. خود مسیح میفرماید که هر که شمشیر به دست بگیرد و استفاده کنه از آن با شمشیر هم کشته میشه. خود مسیح خودش بارها گفته بود که اون نیامده بود تا دشمنان خودش رو نابود کنه بلکه تا آنها را نجات بدهد. برای همین است که میفرماید برای دشمنان خود دعای خیر کنید و طلب بخشش نمایید. کاری که خودش بارها و بارها حتی بر بالای صلیب انجام داد. بنابراین مقصود عیسی مسیح نیست که ما شمشیر بگیریم، بلکه مقصودش اینه که شمشیر روحانی را داشته باشیم. آماده باشیم، چون که الان در میان دشمنان خدا هستیم. الان در جهانی هستیم که شیطان داره بر آن حکمرانی میکند. بعضی‌ها میگن که خدا داره بر جهان حکمرانی میکنه. دوست عزیز، اگر خدا حکمرانی میکرد الان بر جهان ما با این همه جنگ و قحطی و خرافات و بدبختی اسیر نبود. جایی که خدا هست، جایی که خدا حکمرانی میکنه، جایی که ملکوت او برقراره، همیشه آرامش و صفا، برادری و یکرنگی و بی‌نیازی و امید و شادی و سلامتی است. اما مقصود آیه 35 اینه که تمام پیشگویی هایی که انبیای خدا در مورد ظهور اول عیسی مسیح و صلیب و مرگ او کردن هم اکنون در حال کمال و یا اتمام است. یعنی همه دارند به وقوع میپیوندند. و اما از آیه 39 الی 53 دعای بسیار معروف عیسی مسیح در باغ جستیمانی میباشد. دعایی که مبارزه و کشمکش عمیق بین جسم و روح است. دعایی است که بیانگر مبارزه بین اراده انسان و خواست خدا می باشد و اینکه بشر اگر اراده خدا را انجام می دهد باید چاره‌ای ندارد که از تمام خواسته های خودش، از تمام راه و طرز فکر خودش بگذرد و اگر طریق خود را می پیماید از راه خدا دور شده.
تضاد و ورطه عظیمی دوستان بین نوع فکر و خواست عقلانی بشر با نوع فکر و خواست و اراده خدا وجود دارد. این تعلیم کتاب مقدس است که تضاد و ورطه عظیمی بین نوع فکر و خواست عقلانی بشر با نوع فکر و خواست خدا وجود دارد و عیسی مسیح عملاً در دعایش ثابت می کند که هر کسی که می خواهد در راه حق باشد و طریق حق را بپیماید باید با این نوع کشمکش و جدال دست و پنجه نرم کند و مبارزه کند و حتی جان خود را بدهد. آیه 39 میگوید و بر حسب عادت بیرون شده به کوه زیتون رفت و شاگردانش از عقب او رفتند. عیسی پس از اینکه شام را با شاگردانش صرف میکنه طبق عادت به دامنه کوه که تقریباً 1 کیلومتر با دروازه شهر اورشلیم فاصله داشت بیرون میره و در آنجا باغی بود که جستیمانی نام داشت. میفرماید بر حسب عادت مسیح به آنجا میره، یعنی غالب اوقات عیسی مسیح شبها را در آنجا با شاگردانش به سر میبرد. آیه 40 میگوید و چون به آن موضع رسید به ایشان گفت دعا کنید تا در امتحان نیفتید. آیه 41 الی 46 رو براتون میخونم که نشان میده که عیسی مسیح از آنها به مسافتی دور میشه و تنهایی به زانو میفته و دعا میکند. دعای مسیح این بود: ای پدر، یا ای خدا، ای پدر، اگر بخواهی این پیاله را از من برگردان، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو. ای پدر، اگر بخواهی این پیاله را از من برگردان، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو. و فرشته ای از آسمان بر او ظاهر شده او را تقویت می نمود. پس به مجاهده افتاده به سعی بلیغتر دعا نموده، به طوری که عرق او مثل قطرات خون بود که بر زمین می ریخت. پس از دعا برخاسته نزد شاگردان خود آمد و ایشان را از حزن در خواب یافت. در این آیات می‌بینیم وقتی که عیسی به آن مکان معین در باغ جستمانی میره، یعنی جای همیشگیش، از شاگرداش میخواد که دعا کنن تا به آزمایش نیفتن. شاگردان در آن شب بیش از خود عیسی مسیح در خطر بودند، زیرا وی در خطر مرگ بود، اما آنها در خطر انکار خداوند خودشون بودند. عیسی جلوتر از آنها میره و تنها زانو میزند و دعا میکند. با خدای خود، با پدر آسمانیش دعا میکند. او تنها میماند، زیرا هیچ کس در روی این عالم نمیتواند زحمات و جفاهای او را و احساس او را درک کند. او رو به خدا کرده و با خدا سخن میگوید ای پدر، ای پدر، اگر ممکن است بگذار این واقعه بگذرد، این پیاله بگذرد. یعنی پیاله شهادت را که میخواست بنوشه از او دور بشه. دوستان، عیسی از مردن نمیترسید، زیرا برای همین دلیل به اورشلیم و به این عالم آمد و مرگ برای او در واقع رسیدن به نزدیک خدا بود. اما چیزی که این پیاله را زهرآگین و تلخکام ساخته بود، مردن او برای گناهان جمعی بشر بود. چیزی که او نمیتوانست درک کند یا تحمل کند. چیزی که برای او مشکل بود این بود که این گناهکار بودنش، یعنی مسیح گناهکار محسوب میشد الان، در حالی که او بیگناه و عادل و پاک و مقدس بود، ولی حالا با قبول کردن و با تحمل کردن گناهان بشر در نظر خدا گناهکار محسوب میشد و آن رابطه معنوی و مخصوص روحانی شکسته میشد و از بین میرفت. زیرا او گناهان ما را در بدن خود بر صلیب حمل نمود و به جای ما مرد تا ما را از عذاب و ثمرات گناه و داوری الهی آزاد ساخته و به ما حیات جاودانی عطا کند. دوستان، موضوع صلیب مسیح و جانبازی و فداکاری او در راه گناهان ما موضوعی است که خدا در اسرار الهیش ذره‌ای بر ما آشکار کرده و افکار ضعیف و ناتوان و ناقص بشری هرگز نمیتواند به عمق و کنه آن برسد، ولی با کمک روح خدا میتوانیم اندکی از آن را درک کنیم. اضطراب بی پایان عیسی در این دعا بی نهایت عظیم و دشوار بود. قلب عیسی از سنگینی آن شکست و برای همین بود که از پدر آسمانی درخواست میکند که از این کار پر زحمت و عذاب و عظیم خلاصیش بده. این خواست او بود، خواست پسر انسان بود، اما او در پی خواست خودش نبود. او بیش از هر چیزی در پی انجام اراده خدا بود و از این جهت دعا کرد تا تمایلات بشری او با اراده حق یکی گردد. بر عیسی
پسر انسان لازم بود که در تمام نکات چون ما آزموده گردد و بدون شک شیطان در باغ جسمانی پیش او رفته و برای آخرین بار سعی کرد که مسیح را از اراده الهی بازگرداند. اما باز هم عیسی بر او غالب شد و به وسیله دعا راه خدا را طی کرد و تسلیم اراده خدا شد و رضامندی خدا را انجام می‌دهد. او اراده خدا را یا آن پیاله‌ای را که خدا در دستش نهاد میپذیرد، یعنی او آنچه که خدا برایش مقرر کرده بود، یعنی راه صلیب را قبول میکند. در دعایش مجاهده مینمود. این شدیدترین نوع کشمکش و تضانع روحانی را در زمان یونانی بیان میکند. یعنی بیشتر از این جمله نمیتونه احساسات عمق مسیح را بیان کند. عرق او مثل قطرات خون بر زمین میریخت. مقصود اینه که عرق چون خونی که از زخمی بیرون بیاید از بدن او جاری میشد. متی میگوید مسیح 3 مرتبه این دعا را کرد. مرگ مسیح عامل نجات ما بود. مسیح خود را برای پذیرفتن مرگ و مبارزه با اهریمن آماده می کرد، ولی با قدرت خدا. مرگ مسیح سبب آزادی بشر شد و مسلماً شیطان با تمام قوای خودش کوشش می کرد که این آزادی و این نجات را از بشر بگیرد، ولی همونطور که بعداً خواهیم دید کوشش او بیهوده بود. خدا یارتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioinjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioinjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.